اینجا دورک است. منطقه‌ای واقع در استان چهارمحال و بختیاری و از توابع شهرستان لردگان با طبیعتی بکر و بی‌نظیر. در جوار رودخانه پرآب و زیبای خرسان که اهالی آن به دامداری مشغولند. مردمانی شریف که با کمترین امکانات زندگی می کنند، محروم از داشتن برق، گاز و حتی یخچال. 20 سالی ما و دودی ذره ما برو ذره های 3 سالی این پول های اون سال در اومده بود فضیتی مذره بس ولی مومه می ترسی. رفت آمد به دورک با وجود جاده سنگلاخ و نسبتاً صعب العبور مشکل است. دورک از نظر موقعیت مکانی دسترسی به جاده ندارد و مردم با سیمبوکسل و سبد خود را به آن میرسانند. ابزاری دستساز و خطرناک. ما یه چند سال چیز زندگی کردیم ذلیل بینیم، یه چند سالی ریم و از آتشگاه باری آوردیم و الان یه 4 سال هم ایستیم بایستید سیمون زدین هم خدا و رش و بیا ولی ذلیل‌تر بینیم. زنا مردا بچه ها نیترسن مثلا و ایجا را برن یادم بود ای غریب یادم بود ای غریب ای بابا مردلی خوب ای تابریم پوست بکنیم تابریم پوست بکنیم ای من جونم شایدم ای وای وشوبو. اداره امور عشایر استان در راستای تسهیل رفت و آمد اهالی دورک با اختصاص بودجه چند میلیاردی اقدام به احداث پل معلق کرده است. پروژه پل معلق دورک از سال 1402 با بودجه بالغ بر 60 میلیارد ریال توسط اداره کل امور عشایر استان چهارمحال بختیاری شروع شد و انشالله در آذر ماه امسال 1403 به بهره برداری خواهد رسید. این پل جهت سهولت رفت آمد مردم شریف منطقه عشایری دورک احداث شده که توسط شرکت آریاگستر پاسارگاد خاوران در حال اجرا می باشد. پل معلق چوبی در ارتفاع حدوداً 40 متر رودخانه خرسان 13 طول و 2 متر عرض دارد. با پایه‌های تمام بتونی و اجرای آن به دلیل کمبود امکانات این منطقه بسیار مشکل است. چالش‌های بزرگی در سر راه قرار داشت که مهمترین آن حمل مساله بود. اینجا مدرسه مولوی منطقه عشایر دورک است که 5 تا دانش آموز مشغول تحصیل می باشند. رفت آمد برای من و دانش آموزان سخت بود که با وجود پل این مشکل حل شد. به نام خدا درس دوم مسجد محله ما مردم محله ما بسیار خوشحال بودند. کار بنای مسجد تازه تمام شده بود. مردم میخواستند برای اولین بار نماز را به جماعت در این مسجد بخوانند. الان دستشو در نکنین، خیلی هم ممنونی. ای مثلا دولتیم که ای پول الان ویدن افتدا کردن 3 ماه هر خدا بخواهی دیگه یه خورده راحت‌تر رو بودیم که از این پل بریم بیاییم. ممنون آقای سفریم، آقای خالدی چیمانه و این مشکلات حل شدن، دست رو در نکنه. شرکت پاسارگاد
به عنوان برترین شرکت ایران در زمینه سازه‌های تفریحی و توریستی سازنده و مجری این پل می باشد. پل معلق چوبی دورک با 110 متر طول و عرض تقریباً 2 متری با رعایت تمام اصول مهندسی. سال 1402 از ما دعوت به همکاری شد و طی جلسات متعدد و اصلاح نقشه‌های پروژه بنابراین شد که اجرای پل رو شرکت ما انجام بده. به دلیل کمبود امکانات آب و برق و غیره در این روستا و سرمای این تایم از سال متاسفانه خیلی شرایط سختی بود، ولی خدا رو شکر توانستیم این پروژه رو به پایان برسونیم. امید است با همت مهندسان داخلی شاهد آبادانی هرچه بیشتر ایران عزیزمان باشیم. مستند پل معلق دورک، کاری از سعید سفری و کاظم خالدی.